رفقا، امیدوارم حال دلتون خوب باشه، لبتون خندون باشه. امروز اومدیم با بازی کنترابند پلیس، یه بازی شبیه سازه که توی اون ما یک مأمور مرزی هستیم و باید کنترل کنیم که قاچاقچی‌ها و خلافکارا از مرز نتونن رد بشن. حالا بدون فوت وقت، بدون هیچ نگرانی و بدون مکس میریم به سمت پلی دادن. خب من بچه‌ها از قبل توی آپشن موزیک رو آف کردم مثل همیشه که کپی رایت نخوریم. الان پلی میکنیم. خب کمپینگ داره، اینسپکتور داره، با چالش داره. ما خوب اینسپکتور رو انتخاب میکنیم. Do you want to take part in a 5-day training؟ 5 روز چیزشه، بریم ببینیم چی میشه. بچه میخوره بهش پلیس مرزی روسیه باشه، چون از اونجایی هم که حالا اون بالا نوشتهاش یه ذره به روسی میزنه. آره فکر کنم اون روسیه یا اوکراینیه، روس زبان هستن چون خطشون. کانتینیو، بریم ببینیم چه خبره. خب بچه بذار گرافیک هم ببریم بالا. ویدیو کوالتی اولترا، همه چی اوکی. کانتینیو. به به چه قشنگی بچه. حجمش هم خیلی کمه این بازی، ولی خب اون گوشه سمت راست بالا ما یه پول داریم، پس پولم باید داشته باشیم. خرشتوها بچه، خرشتوها به میگه او خیلی خوش اومدی به این آکارتا تکتیکتا. My name is Commissioner Referent. First go into the office and pick up your duty folder. میگه باید اول بری توی آفیس و پوشه وظایفتو ورداری. خب چجوری بریم اینجا؟ با شیفت هم میدوه. خب راه ورودش کجاست اینجا؟ این سگدونی در ورودش اینجاست. رفتیم یه دور قمری زدیم بچه، ولی با اینکه حجمش کمه ولی گرافیکش خوبه. خب دیوتی فولدر. پیپر چک. خب اینا داره میگه بهمون بچه‌ها، میگه که مثلا باید اسم و فامیلش رو چک کنیم، تاریخ تولدش رو چک کنیم که بخوره به اون برگه‌ای که دستشه، و اینکه تاریخ رو چک کنیم. و عرضم به حضورتون میگه به چیزای ریزم باید دقت بکنیم. پاسپورت نامبر باید دقت بکنیم به این فوتو، به عکس طرف چه سیبیلای دست موتوری داره، دقت بکنیم به اینا. و اینکه پرچم کشور و اینجور چیزا، فلگ فلان. خب ما میبندیم اینو، ما نیاز به این نداریم. خب اینم نقشمونه بچه. Great, let's get started. Pull the lever to invite the first driver for the border control. میگه خب باید بری این بیلبیلک رو بدی بالا که اولین نفر بیاد داخل که چیز بکنی. این فکر کنم واسه وزن کردن این چیزیه. اینجا ماسکوله احتمالا. خب بیا اینجا ببینم. شبیه چیز اسلام حبیبوفه. میگه داکومنتش ازش بگیر. خب فیلینگز، پیپر چک، فلیکس روساک. خب این اوکیه. فلیکس روساک. مچ فلیکس روساک. پاسپورت نامبرش S8G MZ0Q MZ0OQ. چک لیست هم داریم فکر کنم. اول اسمش که اوکی بود. اسمش که اوکیه. پاسپورت نامبرش مچ 5 دسامبر 1979. متاسفانه ایناش به مشکل میخوره. بیا پایین، ردش میکنیم. نه تاپ. بله پوفیوس خان. برو.
پوفیوز نه دیگه اینجا. برو گم شو. بده بالا بیل بیلکو که نفر بعدی بیاد تو. بیا تو قال. اوه 100 تا چرا از همون کم کرده جی؟ فکر کنم نگشتیم عشق درست. بده اینم داکیومنت تا. خب اسمش کاریه دیسمچ. اصلا از همون اول دیسمچه. پاسورد نامبرش مچ 9 اکتبر. اینم مچ نیست. انتری ریزن دلیل ورود توریست. این آقا نیمش نمیخونه. و اینکه چی بود دیگه؟ با پاسورد نامبرش مچ بود 9 اکتبر. آها با ویلیدش. اما تصویرتو ببینیم. میتونیم اینا رو هم باز کنیم ببینیم. خب من با اجازت برو گم شو پایین. پوفیوز معتاد. خب اینا رو همه رو میشه چک کرد بچه. پرام چقدر جزئیات داره واقعا. خب میبندم اینو. تو ماشینشو نمیشه گشت نه؟ چرا تو ماشینشو نمیشه گشت؟ اف چرا قوه. یووی. اول یه یووی بندازیم تو ماشین ببینیم که اثراتی. خب متاسفانه شما رد میشی. برو گم شو. بیا رفت. نه درست بود بچه. اوکی بود. That was not a good start. No good apartment for arrest. میگه برو تو آپارتمان واسه استراحت. آپارتمان کجاست؟ کدوم گوری؟ آها اونجا. این پوفیوز این کجاش آپارتمانه؟ این یه آرویه. آروی هم نیست، از مینی آرویه این. بریم اینجا واسه استراحت. خب آها میگه بچه هر وقت استراحت بکنی لولت میره بالا و اینکه چیز میشه. ما 95 تا ضرر کردیم بچه از همون روز اول، ولی خب اب نداره، از صفر شروع کردیم. من یه مقدار پول داریم. خب بریم روز بعد ببینیم روز بعد چه گویی باید بخوریم. ترینینگ. Hello comrade my name is یوری پتروف. داره خودشو معرفی میکنه. امروز فکر کنم بچه اون آفیسر دیروزیه نیستش، عوض شده. این چیزه، این دیپوتیه. این دیپوتی میشه معاون رئیس میشه. دیپوتی چیف. First let's look at the information board. واسم آلمانی بگم اینفورماسیون. خب information board چی داره بهمون میگه؟ میگه که میگه we suspect that a driver who did not stop for yesterday will try to cross the border. میگه یه متهم داریم ما. یارو متهمه. میگه یه متهم داریم ما که حالا فلان فلان فلان. میگه رجیستراسیون نامبرش CMA. میگه یکی ازش که عضو گنگه و اطلاعات دیگه در دسترسش نیست. درایور سنش 43. فقط همینو میدونم بچه. CMA درایور ایج 43. بیا رو باسکول اسکول. دیدی میگه اسکول بشین رو باسکول. این دقیقا همینه. تو وایسا پوفیوز. خب باسکول چند کیلویی؟ میگه بهش بگو پیاده شه که بهش بگو ماشین رو ترک بکنه که تو داخل کابین رو بتونی بگردی. اینجا که میگه برو صندلی عقب. F UV بچه با UV. بچه این علامت ماره که باشه میگه contraband hiding spot. You can also find contraband in this place. میگه توی اینجاها میتونی که چیزایی پیدا کنی، جایی که مثلا چیزا رو. ما الان نایف میخوایم. نایف نداریم که. No we're gonna need tools to get the contraband out. Pick up the knife from the table. خب
چاقویی هم هست. بیا اینجا. ببخشید فکر حاجی فکر کنم فرندلی فایرش فعال نمیزنه. ای پوفیوز برو تو رکمک زد. این کرم بچه کرم چیز بدیه. 43. خب بیا بیرون. خودم دیگه میدونم بابا، نمودی منو. نداره هیچی تو این دیگه. این صندلی عقب. وای میتونی چیز پولمول بچه پولمول ببینیم میتونی ازش بگیر. همکارم کو نگو که زدم ترکوندمش. Nie خب madro je to durák. کوکولی ای اینجا هم داره کوکولی. خب دیگه این ساینو هیچ جات نداری؟ در خودت در باسن در جایی نداری دیگه نه؟ خب شما تحت ارست اداره LSPD هست. میراندا هم براش بخونم بچه. سلول. آها این کارو باید میکردم من. خب در اینجا رو میبندیم. یه چی نه عدا. خب این هیچی. آها حالا باید بیایم بچه سراغ این. برو ماشین رو ببر. برد مرسی. 120 تا بهمون داد. خفه شو بیا پایین ببینم. ببین یعنی خلافکار باشی میبافمت. میبافمت یعنی ببین آینه ها تمیز نباشه گیر دادم به. آها بابا گم شو اومد دیگه. تو هم در کونه من چسبیدی. نداری که تو بده. زرزر نکن خودم میدونم چی درسته چی غلط. خب اوجنی اوگتون درسته. پاسپورت نامبر درسته. ویلید درست نیستش که عمو. تو چیزت مشکل داره فدای چشات. اکسپریمنت دیتت مشکل داره شما متاسفانه. بایستی این بچه چند سالشه؟ 21 مارس 1936 30 40 50 60 70 36 6 7 8 9 بچه 43 سالشه. به جان خودم 43 سالشه. Barasto, Sipka. برو جیل. چه امیدوارم 43 بود اونجا. بله کریمینال ارستت. میگه نیاز داریم ما انبارمون رو خالی بکنیم. خب میگه الان باید پلیس تمام بیاریم. خب بچه الان باید اونایی که زندانی کردیم و حالا برداریم ببریمشون. خب میگه اونایی که تو ویرهاوس هم هست و باید انتقال بدم به خودم و بعد ببرمشون اونجا. اینم از اینو. خب اینم از این. خب لیبر کمپ اینجاست. خب الان ما مپو چجوری داشته باشیم؟ آها اینو میپیچم اینوری فعلا تا اوه نمیبینی؟ بذار اینو روشن کنم. توف توش. فکر کنم باید با تبر آخرین ضربه رو محکم‌تر بزنیم. آشغالا رو پیاده کن. خب Transfer our prisoner. همه زندانی‌ها رو انتقال بده. 200 تا بهمون داد. بلد شاپ. باید بریم بلد شاپ. خب بریم. خب اینجا رو که رفتیم بیرون دست چپ بریم اولی نه دومی رو بریم دست راست بریم اولی نه دومی دست چپ. بنازم
باز 32. خب من آها میتونیم اینا رو بفروشیم بچه ها. خب یه دونه 2000 تا پول ایکیه، 1800 تا 250 تا یه پیستول. آره یه پیستول میخریم بچه ها. پیستولمو یکی 2 تا 10 تا خشاب داشته باشیم اوکی. Это бачтур мадураш. خب اوکی ببخشید عذرخواهی میکنم واقعا ازت. اوکی اینجوری که بوش میاد ولید ما همه رو میخوایم، فقط یه دونم باتوم هم یه دونه به ما بدی ممنون میشم ازت. خب اینم از این. دوباره باید برگردیم قرارگاه مرزی. اینو که رفتیم اینور، اینو تا ته باید بریم، بعد پلاکش سمت چپ. خب اینجا بود؟ نه بعدی. خب پلیس بیس. واکن درو. اسپانی گفتم واکن درو. Meno miano Naboko. Et maduro lida ać magazin. Vać was idu? Obars na robotca. Was pochwytili odrobny kontrabandu. بابت ترنسفر انقدر بهمون داد. بوردر این فکر کنم چیزا رو باید بهش بدم بچه ها. آره این چیز میزا رو باید بهش میدادم دیگه. Back to the border post. خب بعد برگردیم بچه ها بوردر پست خودمون. خب آها راستی باتومه رو ببینیم چیه. خب همونجا هم باید بریم بچه استراحت بکنیم واسه فرداش. خب رفقا اگه از این دست ویدیو خوشتون میاد و دوست دارید، اگه دوست دارید همین گیم پلیش رو ادامه بدیم واسه تون، خواستار پارت 2 باشید توی کامنت بنویسید که پارت 2. اگرم که ویدیوی گیم پلی دیگه مد نظرتونه به من بگید، من حتما پلی میدم. و اینکه خب ویدیو جدید مولتیمون داره میاد که با بچه‌ها قراره بهتر کنیم، حسابی بازی کنیم و بخندیم. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، لبتون خندون باشه. پس تو درودی دیگر بدرود.